بینندگان عزیز سلام بر شما. به خبرهای امروز پنجشنبه 13 سور سال 1403 هجری خورشیدی با من احمد حسین اصیل از تلویزیون ملی بلخ خوش آمدین. نخستین خبر: معاون مقام ولایت بلخ همراه با مسئولین برخی از ادارات و نمایندگان اتاقهای این ولایت به منظور حمایت و ایجاد تسهیلات بیشتر برای تاجران از شرکت‌های مختلف دولتی و خصوصی شهرک بندری حیرتان بازدید نمود. در حین حال شماری از تاجران در این شهرک با استقبال از کارکردهای امارت اسلامی در بخش‌های گوناگون از شرایط فراهم شده در بخش تجارت از سوی نظام امارت اسلامی استقبال می‌کنند. مولوی نورالهادی ابوادریس معاون مقام ولایت بلخ که با شمار رؤسای ادارات دولتی همراهی می‌گردید به منظور حمایت و پشتیبانی از صنعتکاران این ولایت از شرکت‌های دولتی و خصوصی شهرک بندری حیرتان بازدید به عمل آورده و از نزدیک به مشکلات شرکتداران گوش فرا داده و بر رفع آن نیز اطمینان سپرد. هدف من بوده که ما همه ادارای دولتی را از نزدیک دیدن بکنیم، همه فابریکه ها را دیدن بکنیم، همه کارخانه فابریکه خود دولتی و خصوصی را از نزدیک دیدن بکنیم، از همین مردم پرسان بکنیم، حالتشان کیفیتشان پرسان کنیم و همین یک تشویق شود که کیفیت اینا بلند بره. از سوی هم تاجران ملی کشور از تلاش‌های اداره محلی این ولایت که همواره صنعتکاران حمایت نمودند قدردانی می‌کنند. از امارت اسلامی راضی هستیم از اینکه خبر سکتور خصوصی را گرفتن و از مشکلاتشان با خبری کردن. ما پیشنهادات خودم گفتیم، از نارم شنیدیم. انشالله که این خبرگیری های بین سکتور خصوصی و دولت هرچقدر قوی باشه به نفع همه است. جان سپاس از تشریف آوریشان، ما ازشان راضی هستیم. ما از امارت اسلامی خوش هستیم به خاطر کیفیت، کمیت، همه ماهوار یا چیز همیشه میاین اینجا نظارت میکنن، از کارمندا، از اطفایه، از کل می وسایل ایمنی پرسپال میکنن و ما خوش هستیم. این در حالی است که پس از پیروزی امارت اسلامی مسئولین نظام همواره با تاجران ملی و صنعتکاران کشور دیدار نموده بر رفع چالش‌های آنان تلاش می‌ورزند. از 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با حضور مسئولین نهادهای حمایتی رسانه‌ها و خبرنگاران این ولایت بزرگداشت به عمل آمد. در این نشست از تسهیلات فراهم شده در سالهای پسین برای مطبوعات بحث گردیده برگزار کنندگان این نشست امارت اسلامی را مصمم بر آزادی بیان خواندند. از روز جهانی آزادی مطبوعات در بلخ با حضور مسئولین و اصحاب رسانه‌های این ولایت بزرگداشت گردید. آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت در این نشست از تسهیلات فراهم شده در سالهای پسین برای مطبوعات سخن گفته تاکید می‌ورزد امارت اسلامی مصمم بر آزادی بیان است. آزادی بیان هست و امارت اسلامی افغانستان با او متحد هستند. صورت‌ها خیلی خوب براشون ایجاد شده. رسانه‌هایی که باخداری قبلی داشتن یا جریمه شده بودن تمامشان معاف کردن. خوشبختانه ما در بلخ خیلی خوب فعالیت داریم، هماهنگی خوبتر با رسانه آزاد داریم، نشست‌های هفته‌وار داریم همراهشان. هیچ نوع مشکل تا به حال انشالله رونما نگردیده است. از سوی هم برخی از خبرنگاران در بلخ شرایط ایجاد شده برای این قشر را در سراسر کشور بی پیش نخوانده تعهد خویش را در پخش و نشر حقایق برای شهروندان کشور می سپارند. شخصا خودم هم در قسمت از این که خبرنگار هستیم تعهد ما همواره به همین بوده که انشاءالله چیزی که در قسمت اطلاع رسانی هر موضوعی از وسی ما باشه دریغ نخواد ورزیدیم. د بلخ مسولینو دغه زمینه برابر کړې ده چې خبريالان هغه ساحو ته سفر وکړي چې هلته واقعا په 20 کلونو کې خبريالان هلته نه دي تللي او د خلکو غږ ته انعکاس نه ده ورکړی. دغه زمینه نن ورځ مساعده شوې ده خبريالان لپاره. این در حالی است که در ولایت بلخ همکنون 6 رسانه دیداری، 12 رادیو، 4 نشریه و نزدیک به 40 دارالترجمه و شرکت‌های چاپ و تبلیغات سرگرم فعالیت می باشند.
تفاهم نامه همکاری میان جمعیت هلال‌احمر افغانی و ریاست معارف ولایت بلخ با اهدای لوازم کمک‌های اولیه به 10 باب مکتب شهر مزار شریف اجرا گردید. بر اساس این توافق که پیش از این میان ریاست عمومی سرمیاش و وزارت معارف کشور امضا گردیده بود، از میان معلمین مکاتب دولتی برخی به عنوان کارمندان رضاکار برای دانش آموزان خدمات صحی و اولیه ارائه خواهند نمود. تفاهم نامه همکاری میان نمایندگی هلال‌احمر افغانی در بلخ و ریاست معارف این ولایت به اجرا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، نمایندگی جمعیت هلال‌احمر افغانی یا سرمیاش در بلخ ضمن ارائه آموزش برای افراد رضاکار در 10 باب مکتب شهر مزار شریف به ارزش 191,000 افغانی لوازم کمک‌های اولیه را نیز در اختیار این مکاتب قرار می‌دهد. گوشه‌های سرمیاشتی تفاهم مابین ریاست عمومی هلال‌احمر افغانی و وزارت معارف نوشته شده، امضا شده. بعد از او که از به نمایندگی سرمیاش که ارسال شده و نمایندگی سرمیاش تو ریاست معارف بلخ که با هم که هماهنگی کرده و خود ریاست معارف که از 10 مکاتب را انتخاب کرده که در هر مکتب که از 2 استاد من حیث رضاکار کس انتخاب شده و بعد از او به ریاست سرمیاش کس آمده در بخش کمک های اولیه بر از کس ترنینگ داده شده تا که بتوانند کسانی که در مکاتب یا بیرون از مکاتب کس زخمی می شود، می افتد، خونریزی داشته می باشد، کس بینیش کس خون می شد و همچنان که از دستش کس میشکند، همراه از او کس همکاری کند و اونمو با واسطه کمک های اولیه امو مشکل شکست کم کنند. دی برنامه فعلا در سطح آمریت معارف شهر است که شامل 10 مکتب میشه. در بخش های صحی هست، ورزش هست، همچون موارد اینا تحت پوشش قرار دادن و ما از همکاری اینا اظهار سپاس و امتنان میکنیم. از سوی هم رئیس جمعیت هلال‌احمر افغانی در زون شمال کشور این نهاد را مصمم بر خدمت رسانی برای نیازمندان در ابعاد مختلف دانسته از ایجاد یک مرکز درمانی روانی در ولایت بلخ خبر می‌دهد. په ټولو زونونو کې په شمال زون کې د بلخ په ولایت کې منګه په دغه مرکز رواني کې تر 200 پورې د بستر ځای لرو د مریضانو لپاره. همدا ډول د اضطرار په حالت کې د خپلو ولسونو لاسنیوی کول دا د افغاني سره میاشتې د مسئولیتونو څخه ده. با این حال مسئولی آمریت جوانان ولایت بلخ نیز با استقبال از سهمگیری جوانان در فعالیت‌های رضاکارانه اجتماعی بر نهادینه سازی بیشتر این فرهنگ تاکید می‌کند. راځي چې موږ دغه فرهنګ یا دغه دود بخصوص د ځوان قشر په منځ کې عام کو ترڅو وکولای شو موږ په مختلفو برخو کې د مختلفو ادارو سره هغه رضاکارانه کارونه که دا بشردوستانه وي، که هغه د ښار صفایي وي، که هر موضوع وي، که د صحت برخه وي، موږ ورسره خپله همکاري وکړو. جمعیت هلال‌احمر یک نهاد خیریه بشردوستانه در جهان محسوب می شود که در افغانستان نیز این نهاد خدمات بشردوستانه را برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی انجام می دهد. اکنون توجه کنید به وضعیت پیشگویی آب و هوای چند ولایت از کشور. این بود خبرها. تشکر از توجهتان و وقتتان خوش. خدا نگهدار.